با دستور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با مردم دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران کمک بشردوستانه ارسال گردید. یاری بشردوستانه تاجیکستان در حجم 3610 تن بار از جمله از 45 تن دارواری، مواد زیادی سانیتری و بهداشتی، سر و لباس کودکانه، انواع گوناگون خوراکواری، اشیای روزگار، رخت خواب، خیمه ها، مصالح ساختمانی و دیگر لوازمات عبارت است. کاروان یاری بشردوستانه تاجیکستان با 110 ماشین پربار روز 18 مارس به جانب جمهوری اسلامی ایران رهسپار شد و به زودی دسترس مردم نیازمند در کشور دوست و برادر می گردد.